اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، در کتاب منزه النوازیر آمده است که روز حضرت موسی علیه السلام از کنار شهر میگذشت. وقتی به آنجا نظر کرد، همه اهل شهر را خداوند هلاک کرده است. با دل خود گذراند: خدایا، همه اهل شهر گمراه و سرکش بودند که آنها را هلاک کردی؟ و چون از طرف خداوند ندا آمد که ای موسی علیه السلام 30% آن سرکش و 70%ش مؤمن بود. حضرت موسی علیه السلام باز پرسیدند: خدایا، چگونه همه آنها را هلاک کردی کو؟ خداوند فرمودند: ای موسی علیه السلام، فلان جنگل می روی و از فلان درخت روغن را گرفته در بدن خود می مالی. و حضرت موسی علیه السلام به جنگل رفت و روغن درخت را در بدن خود مالید و در همین هنگام خوابش بود و در همین حالت مورچه ها به او هجوم کرده چسبیدند و چندی از مورچه ها او را گزیدند. موسی علیه السلام بیدار شد و مورچه های زیادی را کشت و از طرف خداوند ندا آمد که ای موسی علیه السلام، چند مورچه تو را گزید؟ حضرت موسی علیه السلام گفتند: 3 مورچه مرا گزید. و باز ندا آمد که چند مورچه را کشتی؟ موسی علیه السلام گفت: زیاده از 20 مورچه را کشتم. و خداوند فرمود: به خاطر سرکشیشان همه آنها را هلاک کردی؟ من هم از سبب بنده های سرکش همه اهل شهر را هلاک کردم و بنده های مؤمن را به جنت هم می درارم و سرکششان را به دوزخ. این بود یکی از قصه های حضرت موسی علیه السلام. قصه های خوب را انتظار باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.